دوستان دیتای اشتغال هم منتشر شد بعد از اینی که ما یک فضای تقریبا بی دیتایی رو از آینده تورم داشتیم. یکم مهمترین دیتایی که میتونه کمی نقشه راه رو برای ما باز بکنه که آینده تورم به چه سطحی خواهد رفت، به خصوص در بخش تقاضا و بخش تورم ناشی از هزینه‌های کاسب‌پوش، دیتای اشتغال میتونه باشه. خب این دیتا منتشر شد از اونجایی که قبلا مارکتینگ برداشت رو میکرد که با توجه به رشد میزان اشتغال انتظارات به این سمت میرفت که در ادامه ما شاهد رشد سطح دستمزدها باشیم و این موضوع تبدیل بشه به یک لیدر جدیدی برای تورم. ولی خود دیدیم که دیتای تورمی که منتشر شد شاهد کاهش در اشتغال و ریوایز منفی سطح اشتغال در ماه قبل بودیم. نکته‌ای که وجود داره همونطوری که AI یک پارادایم شیفتی رو توی اقتصاد ایجاد کرده و به نوعی ما شاهد این موضوع هستیم که داره یک کی شیپ تئوری داره اتفاق میفته در اقتصاد، یعنی یک بخش‌هایی دارن نزول میکنن و یک بخش‌هایی دارن رشد پیدا میکنن توی این فضای اقتصادی. در دیتای اشتغال هم شاهد این موضوع هستیم. اگر بریم و روند 6 ماه گذشته سطح اشتغال در امریکا رو بررسی بکنیم به یک نکته خیلی جالب میرسیم. یکی از مهمترین بخش‌هایی که از بعد از دوران کرونا خیلی با رشد نیروی کار مواجه بود بخش لژر اند هاسپیتالی بود که به حال بخش‌های مربوط به رستوران‌ها و شرایط اینچنینی و تنگناهایی که به دلیل کرونا بود و موارد اینچنینی این سطح یک افتی رو داشته. ولی بعد از اینی که این تنگناها برداشته شد تا رسیدن به پیک میزان به حال ظرفیت شغلی خودشون خب یک زمانی رو برد، خیلی از این جاها تعطیل شدن. بعد از اینی که یک بالانسی توی این حوزه رسیدیم ما شاهد این موضوع هستیم که این بخشی که تقریبا بین 40 تا 60 هزار تا شغل توی دیتاهای NFP هر ماهه بود با یک روند نزولی شروع کرده و اگر بریم 6 ماه گذشته رو ببینیم که لژر اند هاسپیتالی که لیدر اصلی افزایش شغل توی امریکا بود روند کاهشی داشته و داره کاهش نیروی کار رو انجام میده. و از اون طرف اگر بریم یک بخش‌های دیگر رو نگاه بکنیم به خصوص بخش به حال بیزینس سرویس و پروفشنال بیزینس اند سرویس و در کنارش بخش مثلا ادویکیشن و هلث کیر رو نگاه بکنیم میبینیم که با رشدهای قابل توجهی توی این 6 ماه گذشته روبرو بودن. و بخش مثلا کلی بخش کالا رو هم نگاه بکنید خب به نسبت حالا یک رشدی اتفاق افتاده ولی اصل رشد اشتغال در امریکا همونطوری که بخش سرویس هم لیدر اصلی هست ولی می‌بینید که در این دو بخش ما شاهد رشد در میزان سطح اشتغال هستیم ولی در سایر بخش‌ها کاهش اتفاق میفته. این برمیگرده به اینی که AI داره یک پارادایم شیفتی رو ایجاد میکنه و در کنار اون یک نکته خیلی قابل توجه که اتفاق افتاده اینی که ما نرخ بازنشستگی بالایی رو هم در امریکا شاهد هستیم. این دو در کنار هم باعث شده که تقاضا برای هلث کیر به حال خدمات مراقبتی و خدمات حالا آموزشی با توجه به اینکه دولت هم داره هزینه‌های بالایی رو تو این حوزه میکنه و آموزش‌هایی که مرتبط با فضای هلث کیر هست داره رشد پیدا میکنه ما تقاضای بالا رو تو این حوزه میبینیم. و AI کجا اومده و کمک کرده به رشد اشتغال اینه که شما در بخش پروفشنال بیزینس از سرویسی که بخش‌های اصلی این حوزه برمیگرده بخش‌های مشاوره، بخش آیتی، بخش مشاوره‌های مربوط به AI، بخش سافت‌ور، اینها شغل‌هایی هستن که دوستان توی امریکا داره رشد تقاضا براشون اتفاق میفته. یعنی تا قبل از اینی که توی امریکا ما شاهد تقاضا برای کارکنان لو اسکیل بیشتر بودیم به خاطر اینکه تو بخش لژر اند هاسپیتالی بودن، الان دیگه تقاضا رفته برای شغل‌های های اسکیل، شغل‌هایی که مشاوره میدن، کانسالتنت هستن و در کنارش مثلا بحث‌های مربوط به حالا مشاوره‌های حقوقی، مشاوره‌های مربوط به بحث‌های مهندسی که همین آیتی و AI و موارد اینچنینی هست داریم میگیم. اینها تقاضاهای بالای شغلی رو دارن و این شکلی شده که همونطوری که تو بخش در اقتصاد ما رشد قابل توجه در شغل‌های مرتبط با حوزه AI رو داریم، رشد اشتغال و رشد درآمدزایی تو این حوزه هم مشخص است و در دیتای اشتغال هم این موضوع رو به وضوح داریم می‌بینیم و فضای کی شیپ تئوری داره اتفاق میفته و مثل قبل نیست که همه بخش‌های اشتغال متناسب با هم رشد بکنن یا به صورت وی شیپ یا به صورت مثلا یو شیپ. الان نه، یک بخش‌های رشد پیدا می‌کنن به خاطر AI و یک بخش‌های ضعیف میشن. پس دو عامل اصلی در بازار اشتغال امریکا اثرگذاره
یکی بحث پیر شدن کسایی که تو دوران بیبی بوم بودن و الان دارن بازنشسته میشن و از بازار کار خارج میشن. شما اگر برید نگاه بکنید تو دیتای اشتغال این ماه، نرخ مشارکت 3% کاهش پیدا کرده. و اگر بریم مثلا میزان افراد شاغل رو با میزان تعداد شغل‌ها مقایسه بکنیم، ببینید که افراد شاغل در حال کاهش و سطح شغل‌ها به حال یه جورایی با هم واگرایی داره، همونطور که تو این تصویر هم مشخص هست. پس چیزی که داره اثرگذار هست تو این بازار همین مواردیه، یعنی لو اسکیل ها تقاضا براشون پایین اومده و دارن از بازار کار میرن کنار، نرخ مهاجرت کمتری داریم و لو اسکیل هایی که توی غالبا از طریق مهاجرت دارن میان دارن از بازار کار خارج میشن به دلیل مهاجرت کمتری که وجود داره و پیر شدن جامعه هم آیتم مهم هست و بازار اشتغال امریکا دنبال نیروهای های اسکیل میگرده، دنبال نیروهایی که بتونن در راستای ای آی خدمات بالاتری رو بدن. این کلیت فضای بازار اشتغال بود که مشخص کردیم. این موضوع منجر به این شده که شما ببینید که حتی با این فضایی که اتفاق افتاده، برخلاف چیزی که مارکت فکر میکرد، سطح دستمزدها به نسبت ماه قبل تغییری نکرده و به نسبت انتظارات هم آنچنان تغییر قابل توجهی رو شاهد نیستیم و حتی به نسبت ماه قبل ما شاهد کاهش در عدد تقریبا کلی سطح دستمزدهای ماهانه باشیم. این نکته خوبی هست که به ما این برآیند رو میده که این دیتای اشتغال بار تورمی نداره، ولی ماهیت بازار اشتغال داره تغییر میکنه. ولی یک نکته منفی داره. شما وقتی که ببینید که سطح اشتغال داره کاهش پیدا میکنه، احتمالاً این در کنار خودش این معنی رو داره که میتونه روی تقاضای خوبی که در حال حاضر در اقتصاد هست اثر بذاره، چون جنبه‌های درآمدی رو ممکنه تحت شعاع قرار بده. ولی خب باید رفت جلوتر تا ببینیم که این جامعه‌ای که بیشتر تحت تاثیر فضای پیر شده اقتصاد آمریکا داره سطح اشتغالش کاهش پیدا میکنه، چه میزان روی به حال تقاضا در اقتصاد اثرگذار خواهد بود.